بر فراز رود راین هستیم در شافهاوزن سوئیس. از اونجایی که ما خیلی کنجکاو بودیم هر جور شده بریم بزرگترین آبشار اروپا رو زیارت کنیم، کله سحر یا چله زمستون با قطار راه افتادیم و با بلیط ماهانه خودمون رو رسوندیم تا اول سوئیس. از اونجایی که آبشار همین بغل بود، ما استطاعت نداشتیم بلیط قطار سوئیس بگیریم، رو حالت فلایت مود راسته رود راین رو گرفتیم و حدوداً 3-4 ساعت پیاده راه رفتیم تا در رو وا کردم اومدم پایین. Oh, it's not cold. بالاخره بعد 7-8 ساعت رسیدیم به بزرگترین آبشار اروپا که دیدیم پولیه. دیگه اون وسط مسئله داشتیم به 3-4 تا زبون زنده دنیا فکر می‌کردیم بلیط بخریم نخریم، گرونه، بعد این عکسه چرا کجه، بعد اگه بلیط نخریم نریم تا دمشق اصلا برای چی اومدیم. که یه دفعه یه آقای خیلی رندوم اومد جلو ازم پرسید میخواید برید پایین؟ منم گفتم آره. اونم 2 تا بلیطشو داد دست ما و رفت.